برش توت یکی از شیرینی‌های مخصوص سال نو هست که نیاز به فر نداره و توی نیم ساعت آماده میشه. تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا با هم درستش کنیم. برای شروع 50 گرم شکلات سکه‌ای شیرین یا تلخ کارات که البته بسته به سلیقتون میتونید از هر شکلات تخته‌ای دیگه‌ای هم استفاده کنید رو داخل یک قیف یک بار مصرف میریزیم و سرش رو گره میزنیم و توی ماکروفر میذاریم یا روی بخار کتری به روش بنماری ذوب میکنیم. نیاز به یه قالب سیلیکونی داریم که با هر طرحی که دوست داشتین تهیه میکنیم. نیاز به چرب کردن قالب نداریم. سر قیف رو یک کوچولو برش میدیم و 1/3 قالب رو با شکلات ذوب شده پر میکنیم. قالب رو داخل فریزر قرار میدیم برای 30 دقیقه. توی این فاصله 100 گرم آرد نخودچی تازه و با کیفیت رو داخل یک تابه الک میکنیم. روی حرارت خیلی ملایم قرار میدیم و برای 20 دقیقه آرد نخودچی رو تفت میدیم. آرد نخودچیمون که یک مقداری سبک شد و رطوبت بینش از بین رفت و بوی خامیش هم از بین رفت، آرد رو باید الک کنیم. آرد الک شده رو دوباره به تابه برمیگردونیم. 25 گرم کره و 25 گرم روغن جامد رو به آرد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. زمانی که کره و روغن جامد ذوب شدن تابه رو از روی حرارت برمیداریم و کنار میگذاریم. یک سوم پیمانه پودر قند 1 دست و الک شده داریم که بهش اضافه میکنیم و با پشت لیسک کامل اینا رو ترکیب میکنیم. توی این مرحله 1/2 قاشق چایخوری پودر هل هم اضافه میکنیم. به هم زدن ادامه میدیم تا کاملا 1 دست بشه. قالب سیلیکونی رو از فریزر خارج میکنیم و از موادمون 2/3 باقی مونده از قالب ها رو پر میکنیم. دقت کنید که موادمون همچنان داغه و این باعث میشه که کامل به شکلات بچسبه. میتونید از دستتون استفاده کنید تا این کار رو خیلی راحت تر انجام بدید. دوباره قالب رو برای 30 دقیقه داخل فریزر قرار میدیم تا کاملا خودشون رو بگیرن. حالا قالب رو از فریزر خارج میکنیم و برمیگردونیم و با یک فشار کوچیک خیلی راحت فرشتوک ها از داخل قالب خارج میشن. این شیرینی ها بسیار خوشمزه و خیلی سریع حاضر میشن. بهتون پیشنهاد میکنم که برای سال نو حتما امتحانش کنید.